سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به جلسه سخنگویی هفتگی وزارت خارجه. همینطور عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترمی که از تلویزیون برنامه ما رو دنبال میکنن. خب من خیلی کوتاه چند مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم، چند تبریک. یک، به مناسبت هفته وحدت در آستانه میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله هستیم و فرصتی است برای تأکید بر برادری و اخوت میان همه مسلمانان. این مناسبت رو به همه مسلمانان و همه ایرانیان تبریک عرض میکنم. هفته دولت برای همه ما بسیار مهم هست. از همه خدمتگزاران مردم که برای سربلندی ایران تلاش میکنند قدردانی میکنیم. همینطور یاد و خاطره شهدای بزرگ خدمتگزار ایران، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید رئیسی و وزیر خارجه شهید امیر عبداللهیان رو گرامی می‌داریم و به روان پاکشون درود می‌فرستیم. 4 تصویری که اینجا می‌بینید مناسبتش برگزاری کنکور هست. این 4 دانش آموز قربانی تجاوز نظامی آمریکا شدند و از شرکت در کنکور امسال باز موندن. به روان پاک این 4 شهید، حنانه علیزاده، امیر محمد احمدی، مهدی غزوی و هدا اشرفی درود میفرستیم. یک مناسبت دیگه هم فردا خواهد بود، بسیار مهم هست و اون 3 شهریور 1320، روزی که ایران علیرغم اعلام رسمی بی‌طرفی در جریان اروپاییان بر جهان هدف حمله نظامی قرار گرفت و کشور ما مورد اشغال واقع شد. همه شما حتما شنیدید مصائب و مسائلی که بر ایران گذشت، آسیب‌هایی که ایران به عنوان کشور بی‌طرف در جریان این جنگ متحمل شد، تحقیری که بر ایران تحمیل شد و جنایاتی که در حق ایران و ایرانی ارتکاب پیدا کرد در جریان اشغال ایران. این اشغال تا سال 1946 ادامه پیدا کرد و اولین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همین موضوع اشغال ایران بود. یادآوری این تاریخ برای ما به ویژه در این زمان بسیار مهم هست که بدانیم هیچ چیزی جز قدرت و اقتدار ملی نمیتواند مانع از دستاندازی و تجاوز بیگانه به کیان ایران شود و این درسی است که جمهوری اسلامی ایران در این 5 دهه خوب از اون برای تقویت ایران، برای ارتقای اقتدار ملی استفاده کرد و اگر امروز می‌بینیم که دشمنان ما به رغم همه توطئه‌هاشون موفق نشدند در به زانو درآوردن ملت ایران، نتیجه درس آموزی از این تجارب تاریخی است. تجربه‌ای که در جریان جنگ اول هم به شیوهی مخربتر تکرار شده بود. خب اگر اجازه بفرمایید من به مناسبت هفته دولت اولین سوال رو میخواستم بدم پاد، ولی ظاهراً دوستان پاد حضور ندارن. خب شما تابلوتون رو اونجا گذاشتید. خب بفرمایید پاد. سلام و خدا قوت. آقای دکتر، با توجه به اینکه تاکید دولت 14 و مشخصا شخص آقای رئیس جمهور بر اصلاح نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی هست، وزارت خارجه در این اقداماتی انجام داده؟
خب وزارت امور خارجه از خرداد ماه 1404 بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی در 17 بند مجموعه تدابیری رو شروع کرد برای اصلاح نظام اداری، برای تقویت فرایندها و برای بهبود عملکردها. کمیته هم تشکیل شد زیر نظر معاونت مالی و اداری با حضور همه بخش‌های وزارت امور خارجه و در خیلی از حوزه‌ها، به ویژه حوزه‌هایی که نتایجش محسوس و ملموس هست، از جمله در حوزه خدمات رسانی کنسولی، این روند منجر به نتیجه شده و خیلی از موارد رو شما در جریان همین سفر اربعین مشاهده کردید. خدماتی که به زوار ارائه شد در زمینه ارائه خدمات روادید و سایر خدماتی که شهروندان ایرانی باید ازش بهره مند بشن، هم در داخل و هم از طریق نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، اتفاقات خیلی خوبی افتاد. خب ما در این یک سال و نیم مواجه بودیم با شرایط ویژه ناشی از دو جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و وزارت خارجه به نوعی دیپلماسی رو در شرایط جنگ، در شرایط بحران پیش برد. توفیقایی که همکاران ما در حوزه دیپلماسی عمومی داشتن، شبکه دیپلماسی وزارت امور خارجه در سراسر جهان برای تبیین مواضع ایران، برای رساندن صدای حقانیت ایرانیان به گوش جهان، خودتون شاهدش بودید. در سایر حوزه‌ها هم به همچنین ارزیابی که از عملکرد دستگاه شده وزارت خارجه جزو دستگاه‌های برتر شناخته شده از حیث انجام مواردی که بهش پیشنهاد شده طبق همون 17 بندی که عرض کردم. خب صدا و سیما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای دکتر بقایی، همکاران محترم رسانه و بینندگان عزیز شبکه خبر. آقای دکتر بقایی، در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای کشورهای غربی این موضوع مطرح شده که در صورت از سرگیری جنگ آمریکا علیه ایران پایگاه‌های آمریکا در خاک کشورهای اروپایی رو هدف قرار میده. همزمان هم شاهد این هستیم که برخی از سوخت رسان‌های متعلق به آمریکا از بلغارستان خارج شده. میخواستم موضع شما رو نسبت به این اظهار نظرهایی که در فضای رسانه‌ای مطرح میشه و همچنین تحرکاتی که در کشورهای اروپایی شاهدش هستیم بپرسم. متشکرم. خب در مورد بلغارستان ما مواضعمون از قبل اعلام کرده بودیم. ما هم شنیدیم که چند فروند هواپیمای سوخت رسان K-335 اگر اشتباه نکنم بلغارستان رو ترک کردن. از ابتدا همونطور که بسیاری از مردم و سیاستمداران بلغارستان اعلام کرده بودند، این اقدام خلاف حقوق بین الملل بود، چون ما که با مردم بلغارستان مشکلی نداریم و به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد. اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون، امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن. دلیلی نداره کشوری از طرف ما نگرانی داشته باشه مگر اینکه پایگاه‌هاشون، امکاناتشون و تجهیزاتشون رو برای ارتکاب یک عمل خلاف، یک عمل غیرقانونی در اختیار طرف‌های متجاوز قرار داده باشند. این حق ایران است که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده. این بخشی از حقوق بین الملل هست و همانطور که نشون دادیم در
دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت. ایرنا بفرمایید. سلام جناب سخنگو، وقت شما بخیر. جناب بقایی، آقای رئیس جمهور اخیراً و با توجه به توفیقاتی که ایران در عرصه نظامی داشته، در سخنانی اعلام کردند که بهتر اکنون که در شرایط قدرت هستیم جنگ رو خاتمه بدیم. این اظهارات با برداشت‌های ناصواب و واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی مواجه شده. برخی منتقدان این پرسش رو مطرح کردند که ایران وقتی آغاز کننده جنگی نبوده منظور از خاتمه دادن به جنگ چیه؟ با توجه به جایگاه شما به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه، پاسخ شما به برخی برداشت‌های ناصحیح از این اظهارات رئیس جمهور چیه و به طور کلی شروط جمهوری اسلامی برای خاتمه جنگ رو چه می‌دونید؟ ممنونم. من فکر می‌کنم مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خیلی صریح در مورد جدیت و قاطعیت در دفاع از حریم ایران صحبت کردند. ما هیچ مماشاتی در رابطه با طرف‌های متجاوز نشون نخواهیم داد، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردید جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده جنگ نبوده. جمهوری اسلامی ایران از حق خودش، از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خودش دفاع کرده. طبیعتاً طرف متجاوز باید پاسخگو باشه. ما حتما شروع کننده جنگ نبود، اجازه نخواهیم داد که پایان جنگ بر اساس طرف متجاوز باشه. آقای رئیس جمهور بارها مقاله قاطع خودشون رو مبنی بر تسلیم ناپذیری ایرانیان در برابر زور و سلطه طلبی طرف‌های متجاوز اعلام کردن. مواضع ایشون خیلی صریح بوده. عملکرد ایشون البته درست نیست که من بخوام اینجا در مورد عملکرد آقای رئیس جمهور و دولت صحبت کنم. من سخنگوی وزارت خارجه هستم، ولی فکر می‌کنم همه به عینه دیدن که چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران همه ارکان نظام در این 40 روز قبل از اون در جریان تجاوز نظامی 12 روزه یک صدا و یک دل برای دفاع از ایران قیام کردند و لذا من فکر می‌کنم نکاتی که مطرح میشه رو باید به صورت یک کل دید، جزئی بهش نگاه نکرد، در این که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح در دفاع از ایران مصمم و جدی هستند و به هیچ عنوان حاضر نیستند که تسلیم زیاده خواهی طرف متجاوز بشن. فکر میکنم تردیدی درش وجود نداره. ایراف بفرمایید. ایراف. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، خسته نباشید. متشکرم. آقای رئیس جمهور اخیراً تاکید کردند که موانع مرزی و گمرکی برای توسعه تجارت با افغانستان باید برداشته بشه. همزمان فعالان اقتصادی از افزایش حجم داد و ستد به 5 میلیارد دلار تا پایان سال و 10 میلیارد دلار در مجموع صحبت میکنن. موانع و چالش‌های عمده توی این مسیر چی هست و چرا طی سالها همچنان وجود دارند؟ آیا طرف افغانستانی اصولاً اراده و توان برچیدن این چالش‌ها رو داره؟ مرسی. هر دو طرف باید تلاش بکنن برای تقویت مراودات تجاری. اگر خاطرتون باشه یک دیدار خیلی خوبی انجام شد در 12 یا 11 تیر ماه بین معاون اقتصادی نخست وزیر افغانستان آقای ملا برادر و رئیس جمهور محترم. در اون جلسه یکی از موضوعاتی که بحث شد همین تسهیل همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران بود، به ویژه از طریق کاهش موانع مرزی و گمرکی. و از اون زمان اقدامات خیلی خوبی در دستور کار قرار گرفت، رفت و آمدهای خوبی در سطوح وزرا انجام شد و من خیلی خوشبین هستم که این روند منجر بشه به
افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور و کاهش موانعی که بخشش رو شما بهش اشاره کردید. خب ایسنا بفرمایید. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. من فرارسیدن هفته دولت هم بهتون تبریک عرض میکنم و عرض خدا قوت و خسته نباشید در خدمت شما و دستگاه دیپلماسی. آقای بقایی، روز گذشته شبکه خبری المیادین مدعی شد که پیشنهاد توافق سه‌جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان، حالا که در رسانه ها به عنوان پیمان نامه مکه معروفه، به ایران داده شده و ایران در حال بررسی این موضوع. من می‌خواستم این خبر رو آیا شما تایید می‌کنین؟ ممنون میشم که در این ارتباط توضیح بفرمایید. سپاس. ما دعوتنامه رسمی دریافت نکردیم، اما پیشنهادهای مطرح شده برای گفتگو با این کشورها در مورد مباحث مرتبط با امنیت دست جمعی در منطقه. پانا. سلام آقای دکتر، وقت بخیر. آقای دکتر، آماری از سوی مقامات و رسانه‌های آمریکایی مطرح شده که مدعی هستند تنگه هرمز کاملا باز و تردد در آن جاری است. آمارها از روزانه 5 میلیون و 9 میلیون گفته شده تا 16 و 17 میلیون در روز و رسانه هم مدعی افزایش 400% تردد در تنگه هرمز شده است. در خصوص این ادعاها و آمارها توضیحاتی می‌فرمایید؟ خب این رو باید گفت عاقلان دانند. ببینید، خود همین آماری که گفته شده 5 میلیون تا 16 میلیون تفاوتش رو ببینید. این بخشی از جنگ روانی است، جنگ رسانه‌ای است که طرف‌های مقابل انداختن، چیزی نیست. دلیلش هم روشن هست، به خاطر ناامنی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از 9 اسفند 404 بر منطقه ما و بر تنگه هرمز تحمیل کردند. جامعه جان. سلام، وقت شما بخیر. میخواستم در خصوص سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، اینکه با چه اهدافی صورت میگیره و آیا این سفر ارتباطی با سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران داره یا خیر؟ متشکرم. سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه. در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. این رو در نظر داشته باشید که رابطه دو جانبه ایران و پاکستان یکی از بهترین مراحل خودش رو واقعا داره سپری میکنه و هر دو طرف مصمم هستند که با ابتنای بر پیوندهای مختلفی که بین دو کشور وجود داره این روابط رو روز به روز گسترش در همه حوزه‌ها. خب پاکستان همزمان میدونید که از چند ماه قبل تلاش میکرده، مساعی جمیله به خرج میداده برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه. هم در رابطه با روابط دو جانبه قرار هست بحث بشه و هم در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد، خب به عنوان دو دولت ساحلی این آبراه. فرارو بفرمایید. سلام های بقایی، وقتتون بخیر. هفته دولت رو به شما هم تبریک عرض میکنم، آغازش رو. آقای بقایی ممنون میشم اگه یک مقداری سریع پاسخ بدید، چون یک مقداری واقعا فضا به هم ریخته است و سوالهای زیادی از ما پرسیده میشه. ببینید، ما امروز از مقامات کشور هم راجع به صلح عزتمندانه میشنویم، هم راجع به اینکه مردم برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه در خونه هاشون آماده بشن، از احتمال خروج از NPT میشنویم، از ابراز تمایل به در واقع بمب اتم میشنویم. سوال اینه که آیا واقعا الان افرادی که در کشور دارن سیاست گذاری میکنن که وزارت خارجه هم بخشی از اون هست و آقای عراقچی هم یکی از ارشدترین مقامات کشور محسوب
باشه که هم در شورای عالی امنیت ملی هستن، هم در شورای هماهنگی اطلاعات و میدونن کشور چه خبره. آیا واقعیت‌های امروز ایران مثل بحث اقتصادی، مثل نرخ تاریخی در واقع 200,000 تومان برای هر $1 آمریکا، طلای گرمی 22 میلیون تومان رو، آیا همه اینها رو در نظر میگیرن؟ تاب‌آوری جامعه رو در سیاست‌گذاری در نظر میگیرن؟ یا صرفاً قراره که خواسته های یک اقلیت محدود پرسر و صدایی که تریبون دارن مد نظر قرار گرفته بشه؟ به طور مشخص آیا اراده و طرحی برای پایان دادن به این جنگ و این شرایط در تعلیق وجود داره یا خیر همین مسیر معلق رو قرار ادامه بدیم؟ اجازه میدید من از سوال شما یک کم ابراز تعجب بکنم. ببینید حتما همینطور هست، همه مواردی که گفتید مد نظر سیاستگزاران هست. اساساً مگر می شود غیر از این باشه؟ ببینید مگر جنگ رو ما شروع کردیم؟ مگر غیر از این است که ما در همین 2 سال، من نمیخوام تاریخچه مذاکرات ایران با آمریکا و بدعهدی آمریکا رو برای شما بگم، شما بهتر از من میدونید، تاریخچه‌اش هم فقط به 2015 تا 2018 بر نمیگرده، فقط موضوع برجام نیست، به قبل از اون هم برمیگرده. بارها حسن نیت ایران رو با بدسگالی پاسخ دادن، بارها به عهد و پیمانی که بسته بودند پشت پا زدن. برجام نمونه مشخصش بود. تفاهم نامه خاتمه جنگ 28 خرداد یک نمونه بود. در خیلی از موارد شما خبر دارید، پیگیری کردید، قرارمدارهایی گذاشته شده بود. همه اینها رو طرف آمریکایی نقض کرد. اساساً شما اگر نگاه کنید به سابقه و عملکرد آمریکا در قبال حتی متحدینش، نگاه کنید در رابطه با کانادا چه گفت. آنچه که کانادایی ها به عنوان همسایه آمریکا، به عنوان متحد آمریکا، به عنوان 2 کشوری که از هر لحاظ هم فرهنگ و هم مسیر هستند، چه اتفاقی افتاد در مذاکراتی که داشتن و مقام‌های کانادایی در رابطه با بی‌اعتبار بودن امضای آمریکا چه گفتن؟ گفتن امضاشون رو با مداد می‌نویسن، کنایه از این که آمریکا به هیچ عنوان به عهد و قرار خودش پایبند نیست. در مورد جمهوری اسلامی ایران به نظرم جفاست اگر ما خودمون رو شماتت بکنیم. جمهوری اسلامی ایران در این 1.5 سال هر آنچه که میتوانست از مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ، برای تأمین منافع و مصالح ملی کوشید. شما در نظر داشته باشید که حتی 1 ماه صبوری نکردند. تنها 21 روز بعد از امضای تفاهم اسلام آباد در 28 خرداد همه تعهداتشون رو نقض کردند. بنابراین جنگی که ما شروع نکردیم رو نباید خودمون رو به خاطر ادامه این وضعیت شماتت بکنیم. بله ما درک میکنیم مسائلی که بر ایران تحمیل شده، هم اقتصادی هم مسائل مرتبط با کسب و کار، واقعا آزاردهنده است. این بخشی از فشارهایی است که آمریکا در این چند دهه علیه ایرانیان روا داشته. ما باید از هر ابزاری استفاده بکنیم برای کاهش آلام مردم. این وظیفه حاکمیت هست و تردید نکنید که این اقدام داره صورت میگیره. شما در نظر داشته باشید چه آسیب‌هایی، چه خسارتی رو وارد کردن در جریان 40 روز جنگ غیرقانونی، متعاقباً در جریان 17 روز تجاوز نظامی، در همین حوزه انرژی، نفت و گاز، آسیب‌هایی که به ذخایر نفت ما زدن، به پالایشگاه زدن. خب اینها با تلاش و کوشش مردمان همین آب و خواب، خیلی هاش آب و خاک، همین موارد ترمیم شده، این که تلاش شده حداقل فشار به مردم بیاد. در این حال همه ما شریک هستیم واقعا در مشکلات و مصائبی که مردم دارن تحمل میکنن. اما من فکر میکنم هر فرد ایران دوستی درک میکنه که ما باید برای جلوگیری از طمع‌ورزی دشمن، برای حفظ کیان ایران از شرارت دشمن،
مشکلات رو تحمل کنیم. بازم تأکید میکنم در هر تحلیلی، در هر ارزیابی از صلح و جنگ از نظر دور نداشته باشیم که این جنگ رو ما نه شروع کردیم نه به استقبالش رفتیم، برعکس از هر ابزاری استفاده کردیم برای اینکه این جنگ رو خاتمه بدیم. اما طرف مقابل بود که هر بار باز بدعهدی قدیمیش رو تکرار کرد. نور نیوز. آقای دکتر سلام عرض میکنم. هفته دولت رو بهتون تبریک میگم. آقای دکتر در سطح بین‌المللی این برداشت مطرحه که ایران در سالهای اخیر از الگوی شطرنج و صبر راهبردی به سمت الگوی پوکر حرکت کرده، یعنی با نمایش ریسک پذیری بیشتر، عبور از خطوط قرمز و عملی کردن تهدیدهای متقابل، قواعد قبلی بازی رو تغییر داده. آیا این تغییر رویکرد رو تایید می‌کنید و آیا معتقدید که ایران در این بازی پوکر باز خوبی بوده و آیا اساساً تعبیر پوکر رو برای توصیف این رویکرد مناسب می‌دونید؟ ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم. میزان بفرمایید. وقتتون بخیر آقای دکتر. میزان بفرمایید. سوالی که از حضورتون داشتم درباره وضعیت شهروندان ایرانی هستش که با سیاست‌های مهاجرتی آمریکا مواجه شدن. در کجا؟ در آمریکا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که ویزای 175,000 تبعی خارجی از جمله شماری از شهروندان ایرانی رو لغو یا باطل کرده. اخیراً هم یک گزارش یک از رسانه‌های آمریکایی منتشر کرد که اخراج حدود 100 شهروند ایرانی از آمریکا طی 3 پرواز در اواخر سال 2025 و اوایل 2026 با هماهنگی مقام‌های ایرانی انجام شده. میخواستم آخرین وضعیت شهروندان ایرانی که با این مشکل مواجه شدن تو آمریکا رو بدونم و نظرتون رو درباره گزارشی که رسانه آمریکایی منتشر کرده درباره هماهنگی بین مقام‌های آمریکایی و ایرانی مطلع بشم. ببینید که میگن با هماهنگی مقام‌های ایرانی، منظورشون قاعدتاً هماهنگی با دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن هست. ما موظف در جای دنیا که برای ایرانیان مشکلی پیش میاد کمک بکنیم. خب این شهروندان ایرانی به بهانه‌های مختلف مورد آزار قرار گرفتند. مشخص بود که این برخورد یک رویکرد تبعیض‌آمیز هست، سیاسی است. یک دلیلش هم این هست که این اقدامات همزمان با شروع به کار هیئت حاکمه جدید آمریکا اتفاق افتاد و قاعدتاً در شرایطی که شهروندان ایرانی دچار مشکل می شدند. خب اینها اتباع ایرانی بودند و نهایتاً خودشون تصمیم گرفتن که به کشور خودشون برگردن و دفتر حفاظت منافع ما هم در این زمینه تسهیل کرد. این حق ایرانیان هست که هرگاه تصمیم بگیرن به کشور خودشون برگردن. اما از اون طرف اقداماتی که آمریکا انجام داد، نقض حقوق بشر، خب چیزی نیست که بشه ازش گذشت. خب باز بیام این طرف. آنا بفرمایید. وقتتون بخیر آقای بقایی. آقای بقایی، این روزها صحبت میشه درباره لزوم اصلاح رفتار دیپلماتیک ایران، اون هم متناسب با تجربه هایی که داشته و همینطور بدعهدی هایی که ممکنه از طرف های مقابل ببینه. میخواستم ببینم با توجه به این اصلاحاتی که در موردش صحبت میشه، چارچوب سیاست خارجی ایران قراره به کدام سمت و سو بره؟ به صورت مشخص درباره همین مورد اخیر مربوط به انزوای اقتصادی ایران که دولت آمریکا در موردش در واقع مانور سیاسی میده، آیا از طرف دستگاه دیپلماسی هشدارهای لازم با لحن متناسب با سوء محاسبه‌ای که ممکنه کشورها داشته باشند درباره همکاری با آمریکا داده شده یا خیر؟ ممنون میشم. منظورتون اگر از اصلاح رفتار دیپلماتیک تطبیق رویکردها و عملکردها با شرایط زمان هست، خب یک امری است که به صورت دائمی داره انجام میشه. غیر از این نباید باشه. یعنی ما با توجه به تحولاتی که حادث میشه، با توجه به شرایطی که باش مواجه میشیم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باید بتوانیم
عملکرد مناسب و متناسبی داشته باشیم برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور. این امری دائمی، ما حتما نمیتونیم با روش‌ها و شیوه‌های یک سال قبل دیپلماسی امروز رو به پیش ببریم. همونطور که در عرصه میدان و دفاع از کشور هم از اتفاقات گذشته درس گرفتیم و خودمون رو روز به روز باید قوی‌تر و آماده‌تر بکنیم. این یک امر طبیعی است. در رابطه با اون چیزی که آمریکا تحت عنوان جنگ اقتصادی ازش نام میبره، قبلا میگفتن تحریم اقتصادی، ما بارها میگفتیم که تروریسم اقتصادی است، جنگ اقتصادی است. با یک تعابیری سعی میکردن توجیه بکنن، اما دیگه فکر میکنم هیچ تردیدی در این نیست که آمریکایی که قرار بود به کمک ایرانیان بیاد، داره از هر ابزاری استفاده میکنه برای مجازات ایرانیان، صرفاً به یک دلیل، به دلیل پافشاریشون بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشون. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده میشه، به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانه ایران حتما تبعات خودش رو خواهد داشت. همین الان محاصره دریایی ایران مصداق عمل تجاوزکارانه است. تشدید این وضعیت حتما پیامدهای خودش رو داره. ما دست بسته نیستیم در مواجهه با چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای و طبق حقوق بین الملل هم کشورهای دیگر مجاز نیستند به همراهی و همکاری با آمریکا، به خاطر اینکه همه میدونن این اقدامات خلاف بیان همه مقررات و قواعد بین الملل و حقوق بشر هست. دانشجو. سلام و احترام دارم آقای دکتر، روزتون بخیر باشه. سوال من در خصوص اقدامات خصمانه‌ای هست که فرانسه اخیراً در مورد ایران اتخاذ کرده. دیپلمات‌های ایرانی و رایزن فرهنگی ما رو اخراج کردن. در این خصوص می‌خواستم ببینم واکنش دستگاه دیپلماسی چی هستش؟ از قبل کنش داشتیم. از من واکنش می‌خواید؟ هفته گذشته من توضیح دادم. خب 2 کارمند سفارت فرانسه در اینجا اقداماتی رو انجام دادن که خارج از وظایف قانونی اونها طبق کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک بود. ما هشدارهای لازم رو دادیم. سفیر فرانسه در این انتظار شد. مراتب اعتراض ایران هم شفاهی هم کتبی بهشون ابلاغ شد. متاسفانه واقعیت رو وارونه جلوه دادن و ملتهی شدند. ما اعلام کردیم که این 2 فرد به دلیل ارتکاب اقداماتی که مغایر با کنوانسیون‌های روابط دیپلماتیک بود نمی‌توانند به ایران بازگردند. خب اقدامی که فرانسه انجام داد غیر قانونی است، در واکنش به اقدام قانونی ایران و به هیچ عنوان کمک کننده نیست به روابط دو جانبه. خبرنگاران، باشگاه خبرنگاران، بفرمایید. بعد میام شما. عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر. میخواستم بپرسم واکنش ایران در خصوص اقدام دولت شیلی برای تعطیلی سفارتش در تهران چی هستش و آیا ایران قصد داره که سفارتش رو در این کشور تعطیل بکنه؟ خیلی ممنون. خب به هر حال تصمیم گرفتن به خاطر صرفه‌جویی مالی، اون چیزی که خودشون اعلام کردن، سفارتشون رو تعطیل بکنن. ظاهراً در برخی دیگه از کشورها هم انجام دادن. خیلی وقتا خیلی کشورها تصمیم میگیرن بنا به ملاحظات مالی تعدیل‌هایی رو انجام بدن تو سفارتخونه‌هاشون، اما این به معنای قطع روابط دیپلماتیک نیست. در بیانیه سفارت هم در این زمینه تصریح شده. بفرمایید خبرهای فوری. آقای بقایی سلام، روزتون بخیر باشه. آقای بقایی یه خبری چند وقت پیش منتشر شد در رابطه با اینکه سفارت انگلیس فعالیتش رو توی تهران تعطیل کرده و سفیر و کارکنانش هم از تهران خارج شدن. من میخوام بدونم که الان وضعیت سفارت به چه صورتیه؟ آیا همچنان تعطیله یا نه؟ ممنونم. خیر، همه بازگشت. حدود 2 هفته قبل همشون
داشتن. تعطیلات. اطلاعات. روزتون بخیر آقای دکتر. با توجه به آسیب‌هایی که توی جنگ تأسیسات حالا انرژی کشور دیدن، وزارت خارجه چه تمهیداتی داره برای اینکه، چون بعضی مقامات اعلام کردن که احتمالاً زمستان سختی باشه به خصوص برای شهرهای شمالی، برای اینکه جایگزین کنن حالا انرژی رو در کشور از مسیر حالا دیپلماسی و روابط با کشورهای همسایه. اینو خواستم بپرسم که چه تمهیداتی وزارت خارجه در خصوص راههای جایگزین انرژی برای عبور از بحران داشته. خیالتون راحت باشه، حتما همه تلاش‌های لازم صورت خواهد گرفت. البته این تمهیداتی است که دستگاه تخصصی و ذی‌ربطش یعنی وزارت نفت اتخاذ خواهد کرد. ما هم هر تلاشی که بتونیم انجام بدیم در حوزه دیپلماسی فروگذار نخواهیم کرد. من یه اشاره‌ای کردم در پاسخ به سوال فرارو، این که به خودمون و به خودتون و به کسانی که مشغول خدمتگزاری هستند واقعا اعتماد کنید، باور داشته باشید، به خاطر اینکه در همین مدت 5-6 ماه علیرغم همه آسیب‌ها و خساراتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ما به بار آوردند، دیدیم که چگونه در حوزه‌های مختلف تلاش شد و در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در زمینه تأمین سوخت و مباحث مرتبط با انرژی جبران شد. در ادامه هم حتما انشاءالله دستگاه ذی‌ربط به همین ترتیب عمل خواهند کرد. وزارت خارجه هم از مدتی قبل در این زمینه مشغول گفتگوست با طرف‌هایی که ظرفیت ارائه انرژی در صورت نیاز رو به ما دارن. روزنامه جوان. سلام آقای بخیر. میخواستم درباره پیگیری روند دیپلماتیک برای آزادی هموطنانمون که در جریان جنگ تحمیلی سوم در کویت اسیر شدن و همینطور خلبانانمون میخواستم یه اطلاعاتی رو به ما بدین. خیلی متشکرم. خب در هر دو مورد کنوانسیون سوم ژنو 1949 نقض شده و به ویژه طرف کویتی باید در این زمینه پاسخگو باشه. ما البته خوشحالیم که به هر حال بعد از تلاش‌های زیاد امکان دیدار سفیر ما از 4 شهروند اسیر ایرانی فراهم شد. 27 مرداد ماه سفیر ما در کویت دیداری رو انجام داد و از سلامتیشون مطمئن شد، اما انتظار ما این هست که هرچه سریعتر این عزیزان آزاد بشن و به وطن برگردن. در مورد قطر هم من قبلا هم اعلام کردم خدمتتون، مادامی که وضعیت روشن نشده باشه این مطالبه ما پابرجاست و از ظرفیت‌های روابط دو جانبه و چند جانبه استفاده خواهیم کرد برای روشن شدن سرنوشت این 3 خلبان شجاع ایرانی. بفرمایید. اسپوتنیک. آقای دکتر سلام، خسته نباشید خدمت شما. من 2 سوال دارم، منتها سوالات من رو همکاران یک مقدار مطرح کردن. ببخشید. ترامپ اعلام کرده بود در خصوص جنگ اقتصادی، شما هم پاسخ فرمودید. سوال من از خدمتتون در این خصوص این هست: آیا ایران قصد داره در قالب برنامه‌هایی مثل شانگهای و بریکس بتونه این شرایط جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدید رو خنثی بکنه؟ ما آگاه هستیم که کشور ایران سالهاست تحت تحریم قرار گرفته و با استفاده از راهکارهای خودش سعی کرده تا این تحریم‌ها رو به طوری خنثی بکنه. برنامه برای خنثی کردن تحریم‌های جدید چه چیزی هست؟ و اینکه در خصوص پیمان مکه صحبت فرمودید. یک سوال لطفاً، یک سوال. ممنونم ازت. متشکرم. ببینید، ایرانیان به واسطه غنای تمدنیشون همیشه آزمودن خطاست، اما ظاهراً در منطق هیئت حاکمه آمریکا آزموده را آزمودن بجاست، اما قطعاً آزمودن شیوه هایی که ناکامی خودش رو ثابت کرده هیچ
نتیجه متفاوتی به بار نخواهد آورد، جز این که نشون میده که چه مقدار آمریکا با تک تک ایرانیان دشمنی و کینه‌توزی داره، به خاطر اینکه به خوبی میدونن اثر این تحریم ها متوجه شهروندان ایرانی است. نکته دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشیم این هست که حتما ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبل هم در پیشبینی‌های لازم رو انجام دادیم، اما باز این اقدامات اون چیزی که خودشون به عنوان جنگ اقتصادی ازش نام میبرن یک نکته دیگر رو هم روشن میکنه و اون زوال نظام تجارت آزاد بین کشورها و ضربه به حاکمیت ملی کشورهاست. این که شما بی هیچ دلیلی بدون هیچ قاعده حقوقی بین المللی کشورهای دیگر رو موظف بکنید، مرعوب بکنید به این که روابط تجاری خودشون رو با یک کشور دیگه محدود بکنن، این یعنی مهمترین شالوده روابط بین الملل، مهمترین رکن منشور سازمان ملل متحد که اون احترام به حاکمیت ملی کشورهاست رو دارید زیر پا میگذارید و باید یک زنگ هشدار باشه برای همه کشورها. بسیاری از کشورها در گفتگوهای دو جانبه با ما این اقدام رو محکوم میکنن. همه نگران هستن از این که این رفتار آمریکا باعث به هم ریختن همه قواعد مرتبط با تجارت بین المللی بشه. شما رو ارجاع میدم به رفتار آمریکا با متحدین خودش و سخنانی که همین یکی دو روز قبل یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا یعنی کانادا در رابطه با قانون شکنی و زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات اعلام کرد. فونیکس هم بفرمایید. سلام دکتر، خسته نباشید. سوال من در مورد تفاهم نامه مکاه. میخوام بپرسم ایران چجوری ارزیابی میکنی به عنوان یک فرصت برای ایجاد نظم جدید در منطقه یا ابزار آمریکا ضد ایران هستن؟ و میخوام بپرسم آیا عراق از ایران دعوت کردن برای تشکیل پیمان بین عراق، ایران و عربستان؟ خیلی ممنون. من بخشی از سوالتون رو امروز جواب دادم، بخشیش هم هفته گذشته، ولی باز به احترام شما تکرار میکنم خیر، ما دعوتنامه رسمی دریافت نکردیم، اما گفتگوهایی مطرح شده از سوی این کشورها در رابطه با موضوع کلی امنیت منطقه‌ای. قبلا هم عرض کردم که ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه فکر کنیم پیمانی که 3 کشور اسلامی و 2 کشور همسایه مسلمان درش عضویت دارند علیه ایرانیان هدف گذاری شده باشه. اما یک واقعیت رو نشون میده، این جمع شدن 3 کشور و اون ناامیدی و نگرانی از رفتار آمریکاست. این که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند تنها دغدغه آمریکا در منطقه حفظ مصالح نامشروع رژیم صهیونیستی است و به این نتیجه رسیدند برای اینکه منطقه رو مصون بدارند از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی باید تلاش بکنند سازوکارهای درونزا و مبتنی بر تفاهم بین کشورهای منطقه. به نظرم امر مبارکی است. خانه ملت. آقای دکتر سلام، خسته نباشید. ما در روزهای گذشته سفر آقای دکتر قالیباف به عراق رو داشتیم که خب برخی از حواشی هم در واقع داشت. بفرمایید که ارزیابیتون از این سفر در این شرایط فعلی چی هستش و این سفر چقدر کمک میکنه به تقویت در واقع جریان مقاومت با توجه به فشاری که آمریکا برای تضعیف این جریان هم در عراق و هم در لبنان و سایر ساحات داره. ممنونم. خب سفر بسیار مهمی بود. ما با عراق هم به جهت اینکه 2 کشور همسایه و هم در از حوزه ها باید روابطمون رو در همه عرصه ها گسترش بدیم و هم به این دلیل که امنیت ایران و عراق به هم دیگه گره خورده است.
مهم هست که ما بتوانیم مرزهای ایران و عراق رو تبدیل بکنیم به مرزهای امن، مرزهای دوستی و این روی کردی است که از سوی هر دو طرف داره دنبال میشه. در این زمینه گفتگوهای مفیدی بین آقای دکتر قالیباف و طرفهای عراقی صورت گرفته و امیدواریم که این روند در آینده هم در جهت خیر و صلاح دو کشور ادامه پیدا بکنه. رادیو جوان. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر، مدت هاست که خبرهایی داره مطرح میشه که کارکنان، ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی سنتکام در ناو هواپیمابر آمریکایی و همچنین ناوچه‌ها و زیردریایی همراه اون به دلیل کاهش ذخایر غذایی و وضعیت نامناسب بهداشتی دچار فرسایش و افسردگی شدید شدن و اونجوری هم که خود رسانه‌هاشون اذعان کردن خودکشی هم خیلی از سربازاشون انجام کردن. بفرمایید حالا از یک طرفی هم خب ایرانی‌ها به دلرحمی، نجابت و متمدن بودن حرف اول رو میزنن و معروف هستن. راه حل شما برای حل این مشکل دارید و موضوعگیریتون چی میتونه باشه؟ ممنونم. خب ترک بکنن منطقه رو، به خونه‌هاشون برگردن. قدس. سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقتتون بخیر. سوال من در مورد هم موضوع سفر آقای دکتر قالیباف به بغداد هست، منتها نه در خصوص اصل سفر، بحث حواشی که در این سفر اتفاق افتاد پیرامون موضوع نام خلیج فارس که رئیس مجلس عراق هم متعاقبا ادعاهایی رو تو این خصوص مطرح کرده. میخوام بدونم که در خصوص تکرار این عناوین جعلی و ناقص برای خلیج فارس، خصوصا برای جلوگیری از اینکه این موضوع تأثیر بذاره بر روابط دو جانبه ایران و عراق، چه تدبیری دارید؟ خب ببین، اولا همه شما میدونید خلیج فارس دل بزرگتر و سخاوتمندتر از این است که به خاطر برخی موج‌ها یا موج سواری‌های زودگذر سیاسی در رابطه با نام خلیج فارس دچار تغییر بشه، خصوصا در شرایطی که خلیج فارس مشغول تأدیب بیگانگان متجاوزی است که خودشون رو در یک وضعیت خودساخته گرفتار کردند. مردم ایران و عراق هم حتما رشیدتر و بالغتر از این هستند که تحت تأثیر این فضاسازی ها قرار بگیرن. اساساً نام‌های جغرافیایی میراث مشترک ایران و کشورهای منطقه است و باید برای تألیف قلوب و تقویت پیوندها استفاده بشه و نه برای ایجاد تفرقه و انشقاق بین کشورها. روش و رفتار ما بر این منوال هست و فکر میکنم که لازم هست ما به اولویت هایی که هم برای ما مهم هست و هم برای عراق، خصوصا تو شرایطی که درش قرار داریم، بپردازیم و از حواشی غیر ضروری بپرهیزیم. فارس بفرمایید. سلام جناب آقای، وقتتون بخیر. توضیحاتی در مورد بحث همین تشدید تحریم ها و اعمال تحریم ها فرمودید، اما امروز وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شده که روز حساب اقتصادی همون دی در مورد ایران نزدیک هست و از امروز تحریم هایی که حمله اقتصادی و در واقع تجاری نامیده علیه ایران اعمال خواهد شد. از طرف دیگه رئیس مجلس نمایندگان امریکا در مصاحبه گفته که انتظار داریم به زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران بشیم و در واقع برای پایان دادن به اون ادامه خواهیم داد و همطور عنوان کرده که به ایرانی ها پشت میز مذاکره نمیتونیم اعتماد کنیم. خواستم واکنش شما رو به این دو در واقع اظهار داشته باشم. من گفتم چند بار خدمتتون عرض کردم، ببینید شما تاریخچه این 5 دهه رو نگاه بکنید، عناوین خیلی نباید ما رو فریب بده. از تحریم های فلج کننده crippling sanctions تا maximum pressure تا جنگ اقتصادی، همش یک هدف رو دنبال میکنه و اون به تسلیم واداشتن ملتی که تصمیم گرفته روی پای خودش بایسته، تصمیم گرفته از حقوق خودش کوتاه نیاد و میدانه که این امواج چه در قالب جنگ، چه در قالب ترور، چه در قالب تحریم اقتصادی، همش یک هدف رو دنبال میکنه. در همه این عرصه ها شکست خوردند. باز هم ملت ایران نشون خواهد داد که در
صیانت از حقوق خودش مصمم و ثابت قدم هست. من عرض کردم این لفاظی ها ناشی از استیصالی است که طرف آمریکایی باش مواجه هست به دلیل اینکه دچار سوء محاسبه شده بود، دچار وسوسه خناسانی شده بود که فکر می‌کردند با تجاوز نظامی میتونند ایرانیان رو از پا در بیارند. یک چیز دیگر هم باز تکرار میکنم، این وضعیت نشون میده و آن ناپایداری و بی‌ثباتی سیاستگذاری در آمریکا، این گزاره که ایرانیان در پشت میز مذاکره غیر قابل اعتمادند، خب دروغترین حرف ممکن هست. همه دنیا بارها دیده که طرفی که به هیچ عنوان نمیشه روی حرفش حساب کرد، نمیشود به عهد و پیمانش دل بست، طرف آمریکایی است. من 2 سوال دیگه هم خدمتتون باشم بعد خداحافظی بکنم. العالم بفرمایید. تحية لكم دكتور بقائي. رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دأبت على إدانة هجمات الكيان الصهيوني على سوريا، كما أنها لطالما أكدت دعمها للسيادة السورية على هضبة الجولان، نشهد في المقابل مواقف سلبية تجاه إيران من جانب مسؤولي حكومة الجولان. في ظل ذلك ما مبرر المواقف الإيرانية الداعمة لسوريا؟ فارسی هم باید بگید. علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران دائما حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه را محکوم کرده و در رابطه با بلندی‌های جولان هم همیشه از حاکمیت سوریه حمایت کرده، شاهد این هستیم که مقامات حکومت جولانی مواضع منفی علیه ایران اتخاذ می‌کنند. با این وصف موضع گیری‌های ایران در حمایت از سوریه چه توجیهی داره؟ مواضع اصولی ما فارغ از این که چه گروه یا شخصی یا جناحی بر کشورهای اسلامی حکومت میکنه پایدار هست. مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی، مخالفت با اشغالگری به معنای اعمش بخشی از سیاست اصولی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران هست که همواره سیاست‌هاش رو بر اساس اصول اخلاقی و حقوق بین‌الملل تنظیم کرده. مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه یک موضع مشترک از جانب همه کشورهای اسلامی است و لذا ما هم در راستای مصالح منطقه، مصالح همه کشورهای اسلامی همیشه مخالفتمون رو با تداوم اشغالگری، تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه اعلام کردیم و در این زمینه خب به همین مسیر ادامه خواهیم داد. پرس تیوی. Good morning, Mr. Speaker, and thank you for the opportunity. Allow me to raise my question in English and then translate it to Farsi for the sake of respecting my fellow comrades. One of the major developments at the international level is the process of selecting the next UN Secretary General, with Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, being one of the leading candidates. In general, what is Iran's position on the selection of the next UN Secretary General, and who is Iran's preferred candidate? یکی از تحولات مهم در سطح بین‌المللی فرآیند انتخاب دبیرکل آتی سازمان ملل است و یکی از نامزدهای اصلی هم رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به طور کلی موضع ایران در مورد انتخاب دبیرکل آتی چیست و کاندیدای مطلوب از نظر ایران کدام است؟ ممنونم. خب روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل مدتی شروع شده. مشورت‌های غیررسمی در شورای امنیت در سطح کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد ادامه داره، اما واقعیت رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی از کشورها دیگه این انتخابات چندان براشون جذابیت نداره، به این دلیل که متاسفانه در این سالها کلیت سازمان ملل متحد، فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد و قواعد مندرج در این سازمان و منشورش به شدت نقض شده، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و عملاً کارکرد شورای امنیت سازمان و خود سازمان زیر سوال رفته. در این شرایط
خب برای خیلی از کشورها سوال هست که چه تفاوتی میکنه که چه کسی سکاندار سازمان ملل متحد بشه. سازمان ملل متحدی که در قبال یک نسل کشی آشکار هیچ اقدام معناداری رو اتخاذ نکرد. سازمان ملل متحدی که به دلیل اعمال نفوذ آمریکا حتی از صدور یک بیانیه ساده در محکومیت 2 جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ناکام بود و سازمان ملل متحدی که در قبال جنایاتی که در منطقه ما به صورت روزمره علیه فلسطینیان، علیه لبنان، علیه سوریه، علیه سایر کشورها صورت میگیره ساکته. کشورها باید از این فرصت استفاده بکنن برای هشداردهی به خودشون و به سایر اعضای سازمان ملل متحد که اجازه داده نشه سازمان ملل متحد به همان سرنوشتی دچار بشه که جامعه ملل دچارش شد. مهمترین دلیل سرنوشت جامعه ملل هم چیزی نبود جز بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی در قبال قانون شکنی قدرت‌های بزرگ، همون اتفاقی که متاسفانه الان باز شاهدش هستیم. سیاست روز هم بپرسید چون چند هفته شما موفق نشدید بپرسید. بفرمایید. البته شما یه توضیحاتی رو تو پاسخ سوال یکی از رسانه‌ها فکر کنم العالم دادین. رژیم صهیونیستی با ادعای مقابله با ترکیه داره به تشدید حملات هوایی و اراضی اشغالی، یعنی اشغال بیشتر اراضی و حمله هوایی به سوریه رو تشدید کرده. من واکنش ایران رو می‌خواستم، یعنی واکنش دستگاه دیپلماسی رو می‌خواستم به این اقدام بدونم که حالا اگر خب این اقدام کاملا ناقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سوریه است. در این زمینه شکی نیست. بهانه‌هایی که مطرح میشه صرفاً بهانه‌ای است برای توجیه تداوم قانون شکنی. توجیهاتی که مطرح میشه در رابطه با ترکیه و سایر کشورها خودش نشان دهنده خوی سلطه‌گری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی است و همین موضوعی است که کشورهای منطقه رو باید بیش از پیش به فکر واداره. سوریه حتما حق داره که برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خودش اقدام بکنه و لذا اقدامی که رژیم صهیونیستی داره علیه سوریه انجام میده در راستای اقداماتی است که علیه غزه، کرانه باختری، لبنان و سایر کشورها انجام میده و اون چیزی نیست جز دنبال کردن جاه طلبی‌های غیرقانونی در چارچوب مفهوم اسرائیل بزرگ. خیلی متشکرم. ان شاءالله تا هفته آینده.